یک قرار هر ساله دیدار هزاران نفر از مردم قم با رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای. جمهوری اسلامی در مقابل افراد تخریبگر کوتاه نخواهد آمد. پاسخ محکم به دشمنان ملت، خروش مردم در برابر مرحله دوم جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران. و جنایت با سپر انسانی، هشدار فراجا به خانواده ها، مراقب باشید فرزندانتان سپر انسانی تروریست ها نشوند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هموطنان عزیزم سلام، شبتون بخیر. شما بیننده اخبار شبانگاهی شبکه سوم سیما هستید. هزاران نفر از مردم قم امروز در سالروز قیام تاریخی مردم قم در 19 دی ماه سال 56 طبق روال هر سال با رهبر انقلاب دیدار کردند. رهبر انقلاب در این دیدار علت وقوع حادثه 19 دی قم را خطای محاسباتی رژیم پهلوی و آمریکا به عنوان حامی اصلی این رژیم دانستند و تاکید کردند آن روز بر اثر برنامه‌ریزی غلط شکست خوردند و امروز نیز آمریکا بر اثر برنامه‌ریزی‌های غلط خود در ایران شکست خواهد خورد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به حوادث و اغتشاش‌ها و تخریب‌های شب گذشته در تهران و برخی شهرها افزودند: همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده. در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. رهبر انقلاب تاکید کردند ملت و نظام اسلامی مزدوری بیگانگان را تحمل نخواهد کرد. شما هر کی میخوای باش مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی ملت تو رو مردود میدانه، نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. رهبر انقلاب با اشاره به ادعاها و حرفهای بی ربط رئیس جمهور آمریکا گفتند: حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون خوشه. او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند رئیس جمهور آمریکا همانند فرعون و نمرود که در اوج غرور سرنگون شدند سرنگون خواهد شد. اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولاً مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد. رهبر انقلاب تاکید کردند ملت یکپارچه بر هر دشمنی فائق خواهد آمد. وحدتتون رو حفظ کنید. وحدت رو حفظ کنید. ملت یکپارچه بر هر دشمنی فائق میاد.
خروش یک ملت در برابر مرحله دوم جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران. کسی که معترض هستن، منم معترضم به بحث اغتصاب، بعد حساب خودشون از این اغتشاشگرا جدا کنن، به شدت با اینا برخورد بکنن. اینا دارن امنیت ما و بچه‌هامون رو دارن در خطر میندازن. با وجود تمام تورم، مشکلات اقتصادی، مشکلات کشوری، مشکلات سیاسی، هنوزم که هنوزه پشت رهبرمون هستیم. نمیذاریم که بیگانگان دخالتی بکنن. اسرائیل ضربه محکمی از این ملت خورد توی جنگ 12 روزه. الان میخواد با این کار آروم بشه. اعتراض داریم، اما راهش آتش زدن کشور و برادرکشی و ایجاد اختلاف نیست. آمریکا بداند، سگ هاران در منطقه بداند که جمهوری اسلامی ایران که با خون هزاران هزار شهید آبیاری شده است، درخت بیدی نیست که با این بادها به لرزه در بیاید. اغتشاشگرا اومدن دین ما را هدف گرفتن و ما محکم جلوشون وای میستیم. اعتراض با اغتشاش، آسیب زدن به اموال عمومی دولتی این فرق میکنه و این محکومه. هر اتفاقی، هر مشکلی تو کشور ما وجود داره مربوط به خود ملت ایران بشه. کور خونده آمریکا اگر بخواد بیاد تو مسائل داخل ما دخالت بکنه. جمعیت واقعی اینه مردم عراق، مردم ایران که پشت ولایت فقیه هستن. ما اعتراض بر گرانی داریم ولی مملکتمون، خاکمون رو به این اجنبی‌ها نمیدیم. دشمنان اسلام سعی میکنن که این آزادی از دست ما بگیرن. به خاطر خاکمون اومدیم، به خاطر مردممون اومدیم. یه وجب خاکمونم به این اغتشاشگرا ما نمیدیم. الله اکبر. مرگ بر آشوبگر، مرگ بر فتنه‌گر. اونایی که اعتراض دارن درست به میدان میان، نه مثل شما تخریب اموال عمومی کنید، مردم رو بترسونید. باید هوشیار باشیم، نذاریم دشمن از این قضایا سوء استفاده کنه. مرگ بر آشوبگر. که الان توهین و حرمت قرآن کردن، قرآن سوزانن. هیچ مسلمانی هیچ وقت این کار نیه. از مسئولین، نیروهای نظامی، انتظامی برخورد قاطع میخوایم با امید خدا. تروریست ها در کمینند، خانواده ها مراقب جوانانشون باشند. این توصیه سخنگوی فراجا به مردمه. تماس‌های متعدد مردمی با مراکز فوریت‌های پلیسی 110 حکایت از درخواست امدادخواهی برای حفظ جان و اموال مردم بودش و در این اثنا البته تعدادی از مردم هم به صورت داوطلبانه درخواست حضور و همراهی با پلیس برای حفظ امنیت و آرامش جامعه داشتند. اما در این بین متاسفانه نه تنها شماری از بهترین حافظان نظم و امنیت کشور به شهادت رسیدند، بلکه با اقدامات ضد انسانی و رفتارهای وحشیانه عناصر جنایتکار جان تعدادی از شهروندان بیگناه کشور هم گرفته شد و البته تعدادی از عناصر عملیاتی و میدانی سرویس‌های دشمن هم در تجمعات به هلاکت رسیدند و تعدادی از اونها هم شناسایی و دستگیر شدند که انشاءالله در اولین فرصت اظهارات و اعترافات اونها هم منتشر خواهد شد. تروریست های مسلح یک کودک خردسال رو در کرمانشاه هدف قرار دادند و شهید کردند. زجه پدر در فراق نبود فرزند دلبندش.
آخرین عکس به یادگار پدر در کنار ملینا تولد 3 سالگیش بود داره؟ بله، میگم بابا همیشه کیک تولد برام بگیر، دردت به جونم. پدر روایت می کند از آنچه شب گذشته تروریست های مسلح در جریان آشوب های خیابانی در شهر کرمانشاه فرزندش را آسمانی کردند. ما زمان که منزل زدیم بیرون به سمت داروخانه رفتم برای بچه دیگم شیر خشک و برای این شربت سرماخوردگی بخرم. وقتی که رفتم دیدم اینجور مردم شلوغه، ماشینمو پارک کردم آمدم به سمت کوچه برم به سمت داروخانه. یه دفعه دیدم من پشت به بچه‌م افتاد. آخرین دیدار و آخرین ودا. بغل خودم بود تمام که گردمش رو دستام، خونش رو دستام ریخت. دخترم این خون دخترمه. هموطن بچه 3 ساله رو اینجوری تلف نمیکنم. با والله میگم اینا تروریستن. بچه کار بکنم با والله طاقت ندارم. مادرش زبانش قطع شده. هموطن نگاه کن، این همان کسانی هستند که به خیابانها ریخته و فرمان اغتشاشات را به دست میگیرند. کسانی که عزیزان وطن را به شهادت میرسانند. موسترتو گفتی ما اسیر دردت بچونم. گفتی بابا موسترمو دادم مادر بافته قربون شکل ماهت برم، دردت بچونم خدا. بله. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرده بر اساس رصدهای اطلاعاتی دشمن راهبرد خود را از حمله نظامی به ایجاد آشوب داخلی و برهم زدن امنیت کشور تغییر داده و برنامه‌ای هدفمند و با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و میدانداری نیروهای سازمان یافته تروریستی طراحی کرده. آنها به مقرهای نظامی و انتظامی حمله کردند، تعدادی از شهروندان و نیروهای حافظ امنیت رو به شهادت رسوندند، اموال عمومی و شخصی شهروندان رو آتش زدند که رعب عمومی، هرج و مرج، زیان مادی به اموال عمومی و مختل شدن فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنند. در این اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه صیانت از دستاوردهای انقلاب و حفظ امنیت جامعه رو خط قرمز خودش اعلام کرده و هشدار داده تداوم این وضعیت غیر قابل پذیرش است و خون جانباختگان حوادث تروریستی اخیر بر گردن طراحان آن بوده و مردم ایران حق جبران و سرایت ناامنی را برای خود مشروع می‌دانند. مدرسه های تهران غیر حضوری شد. با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا مدارس استان تهران در همه مقاطع از فردا تا پنجشنبه غیر حضوریه و امتحانات داخلی مدارس شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران تا آخر هفته لغو شد. طرح زوج و فرد هم از ساعت 6:30 صبح تا 20:30 از در منزل اجرا میشه. اگه دانشجوی دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور هم هستید در جریان باشید که امتحاناتتون هم به تعویق افتاده. 4 میلیون نفر کالابرگشون رو خرج کردند. معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته خرید از اعتبار کالابرگ‌های 1 میلیون تومانی برای دهک‌های 1 تا 3 از امروز شروع شده و تاکنون 4 میلیون نفر از 11 میلیون مشمول جنس خریدند. به گفته آقای اندایش 8000 فروشگاه جدید هم به شبکه کالابرگ وصل شدند. فروشگاه کافیه که پروانه داشته باشن از اپلیکیشن شمیم یا همون سامانه حمایت.اسوارا.ir میتونن همونجا درخواستشون رو بفرستن و خیلی زود، یعنی اگر ما ببینیم که اتاق اصناف اونا رو تایید میکنه خیلی زود 1 روزه میتونن به جمع فروشگاه‌های کالابرگی بپیوندن. واکسیناسیون فلج اطفال از فردا شروع میشه، فعلا در استانهای جنوبی و شرقی کشور. معاون بهداشت وزارت بهداشت میگه این واکسن تولید داخل و کاملا رایگانه. استان سیستان بلوچستان همه شهرها هست، جنوب کرمان همه شهرهاش، هرمزگان و بوشهر و خوزستان. به چه صورت این یعنی مردم کجا مراجعه کنن این کار انجام میشه بچه‌هاشون رو ببرن؟ از طریق شبکه بهداشت درمان هر شهرستان و هر منطقه اعلام میشه و حتی خانه به خانه هم اگر بچه زیر 5 سال بالاخره وجود داره به ورزای ما مراقبین سلامت ما اینا رو شناسایی میکنن، فراخوان میدن. شهرهای دیگه که اسم نبردید اونا نیاز هست این کار انجام بدن یا نه؟ نه خیر، اونا نیاز نیست.
و نانواها منتظر یارانه نانواییشون باشن. معاون مالی و بودجه بانک سپه گفته تا پایان امروز تمام یارانه ماه جاری نانواهای سراسر کشور پرداخت میشه. ممنون که با ما بودید. شب بخیر و خدا نگهدار.